به به شاه داماد، سلام ارادت دارم. سلام. یه سوال داشتم. بفهمید. چرا به نظر شما عروس خانوما بیشتر پدر شوهراشونو دوست دارن؟ سوال خیلی به جایی آفرین. پرسیدین، چون پدر شوهر تنها کسی است که مادری شوهر میگه. بدبخت شدم. دستبندمو گم کردم. مطمئنم ازم دزدیدم، شک دارم خیالا. گناه نشور. خب پس چیکار کنم؟ میخوای تو خواب ببینی؟ تو چجوری؟ امشب وضو بگیر، رو به قبله بخواب. 311 بار بگو توپ تو کس مادرت. ایمانش، کارش، نیمه شب هر وقت کاری پیش می آمدشون پای تلفن بود. از هر جا مشکلی بود تلفن می کردند و نمی گفت چرا من بیدار کردند. $2,000 years later. نه عزیزم این چه حرفیه؟ برو بهت خوش بگذاره. منم دیگه نم نم دارم میرم خونه. احتمالاً تو برگردی منم خوابیدم. شب بخیر دیگه. الو سلام، خاله هستی؟ روزی که از تو جدا شم، روز مرگ خنده آمه. مگم زن امسال مگم یک سفر نوروزی لاکچری میزون برات بچینم. ای زارت بمانه، ای هم که باز گازش تموم رفت که زن بخی جا رو بنداز بابا کنسله. این بلیت اولین سینمایی که با هم رفتیم. یادش بخیر، چقدر زود گذشت. اینم اولین شاخه گلی که واسم خریدی. چیزی نمونده ازش، شبیه ماکارونیه. وای، در اولین نوشابه‌ای که با هم خوردیم. با تو دیگه کی هستی؟ اینو ببین، اولین چی؟ این چیه؟ اولین شام عاشقانه‌ای که خوردیم. غذاست؟ نه بابا، اونه که کامل خوردیم، این ان بعدشه. خدا لعنت. وضعیت کافات تو ماه رمضان. خدا شاد انگار داریم شیره میفروشیم. آقا بفرما. آقا ممنون. نوکرم. مرسی مشرم. ای مامور بود. پوشیدی؟ آره داداش پوشیدم. پشمام قدو ببین یا خدا، تنیسو ببین یا خدا، تیپو ببین یا خدا. چرا خوب شدی؟ زرمایی چی دادی به من؟ آقا چرا گشاده عزیزم این که آب میره. خب باینیشم کفی بر کفشا رو چکار کنم؟ عزیزم این کفشا رو میبین یه تو. خب به این اصلا یه دوروی هست بیدا میخوری، چاق میشی بلند میشی، این هم قشنگ سایزت میشه. این هم سایز هم میشه. کاشو بیشور دیگه خیلی کسافتی ها. خیلی خوب شد. چی نه انا مود ایجوری. خب عرض خانوم، مراسمتون امشب برگزار شد. میخواستم بدونم چقدر رضایت داشتین نسبت به مراسمی برگزار شد. دستتون در نکنه، خیلی زحمت کشیدید، همه چی عالی. سلام. از آقای دامادم اگه امکانش هست بپرسیم. Amazing. Best wedding I've ever been to. Amazing food, amazing dancing, best night ever. ممنون از لطفتون. بازم تبریک میگم. مرسی، متشکرم. ای خواسته خدا بزرگش